تا حالا شده بدونی باید یه کاری رو انجام بدی، اما یهو به خودت بیای و ببینی داری اینستاگرامتو بالا پایین میکنی، اتاقتو تمیز میکنی یا هر کاری کنی به جز اون کار اصلی. انگار داری ناخودآگاه ازش فرار میکنی. جالب اینجاست که حتی میدونی اگه انجامش ندی بعداً به مشکل میخوری، اما خب بازم به خودت میگی که از شنبه حتما دیگه شروع میکنم و بعدش هم کلا یادت میره. این رفتار تنبلی نیست، در واقع یه تصمیم غریزی مغزه، تصمیمی که وظیفش محافظت از ماه. بذار با یه مثال توضیح بدم. تو انسان‌های اولیه همه جا پر از سدید بود، تاریکی غار، صدای ساقه یا یه سایه ناشناس وسط جنگل. اینجا بقا از هر چیزی مهمتر بود. برای همین مغز اونها فقط 2 تا انتخاب داشت: فرار یا ستیز. این واکنش‌ها توسط بخشی از مغز به اسم آمیگدالا مدیریت میشد. حالا نکته مهم اینجاست: اهمال کاری در واقع نسخه مدرن همون فرار از تهدیده. فقط تهدید امروزی دیگه ببر و تاریکی نیست. میتونه یه پروژه، یه تصمیم مهم یا حتی شروع یه کار ساده باشه. حالا سوال اینه که چطور مدیریتش کنیم که جواب این سوال توی قسمت دیگه از مغزه، چرا که کلید منطق ذهن ماست و بهش میگن قشر پیشانی. وقتی شما دارین برنامه ریزی برای کارتون میکنین این بخش فعال میشه، ولی نه همیشه. چرا؟ چون این سیستم از ناامنی یا تهدید فراریه. دیدین میگن که خون به مغزم نرسید؟ این یکی از همون شرایطه. حالا میرسیم به سوال اصلی که چطور مدیریتش کنم. خب روانشناسا راههای زیادی براش معرفی کردن و اینجا 4 تا از رایج‌تریناشو براتون آماده کردم. تکنیک اول مخصوص افرادی که حوصله شروع کردن رو ندارن. بهش میگن شروع قبل از انگیزه یا behavioral activation. جالبه که بدونی این روش اول برای درمان افسردگی استفاده می شده و بعدها برای اهمال کاری هم جواب داده. اصلش خیلی ساده است. انگیزه بعد از شروع میاد، نه قبلش. از نظر علمی وقتی حتی یک کار خیلی کوچیک انجام میدی، مغز حس موفقیت میگیره و هورمون دوپامین ترشح میکنه و همین باعث میشه که انرژی لازم برای ادامه کارو پیدا کنی. تکنیک دوم که بهش میگن implementation intention یا برنامه ریزی شرطی، مخصوص افرادی که در تصمیم گیری بیش از حد وقت میذارن. ساده ترین فرمول هم داره: اگر X اتفاق افتاد Y رو انجام میدم. اگر ساعت 9 شد لپتاپ باز میکنم. اگر کارم تموم شد بهش زنگ میزنم. اگر غذامو خوردم ظرفا رو میشورم. فقط یه قانون مهم داره: هیچ وقت نگو اگر وقت آزاد داشتم یا اگر حسش بود انجام میدم. تکنیک بعدی که بهش میگن environment design و تمرکزش روی محیط کار شماست. روانشناسا میگن چیزی رو که میبینید مغزتون بهش فکر میکنه. وقتی تخت خواب رو میبینید ناخودآگاه فکرتون میره به خواب آلودگی. وقتی میز کار رو میبینید ناخودآگاه فکرتون میره به کار کردن و جنب و جوش. وقتی مبل رو میبینید فکرتون میره سمت استراحت. حتی اگه اتاق خیلی کوچیک هم دارید، سعی کنید میز کارتون یه سمت باشه و وسایل اضافی سمت دیگه. و تکنیک آخر که رایج‌ترینش هست بهش میگن تکنیک چاکینگ یا میکرو استپ. من وقتی میگم این کتاب و کلشو میخونم، چون این کار ته نداره احتمالاً انجامش نمیدم، ولی به جاش میام میگم من فقط یه صفحه کتاب میخونم، من فقط 2 تا شنا سوئدی میرم، من فقط 5 دقیقه پیاده روی میکنم. و همین قدم های کوچیک باعث میشه که غول اهمال کاری شکسته شه. و به عنوان نکته آخر، این تکنیک ها نیاز به مداومت دارن تا تبدیل به یه عادت واقعی توی مغز ما بشن. اگر تجربه‌ای تو این زمینه داری خوشحال میشم توی کامنت ها با بقیه به اشتراکش بذاری و اگر این ویدیو برات مفید بوده با لایک کردن کمک کن به افراد بیشتری نمایش داده بشه. خیلی دوستتون دارم. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. فعلا خداحافظ.